کوروشتوپیا بدون عدالت اصلا چیزی نمیتونه باشه میدونی؟ اصلا فکر نمی‌کردم همشو بریز. کف خونمون خیلی خیس شده. اصلا فکر نمی‌کردم همشو بریزی. شلوار خیس شده. نه چیزی نیست تمام شد. بیا بی خیال شد. کلت ماد قشنگ شد. ماد مون همون حالت داره تقریبا. ببین واقعا من واقعا نمیخواستم این کارو با تو کنم ولی واقعا من گفتم کوروش یک روزی یک جایی یک جوری اینو تلافی میکنیم احساسگاه خیلی پررو شده بودی برای همین نباید خیسیار تو صورته موتو بر میریزم دیدی لباسا زده آمه جدی لباسا چیش نمیشه بچه ببینیم به چه روزی افتادم ببینیم به چه روزی افتادم چرا قبل کلی بازی در میاریم یه بازی قانونش بود به منش الان همه بچه فهم که من آدم بدم داره هست نه ببین کل این اتاق خیس شد فقط خواستم بدونیم بچه خیلی هم دوستتون دارم ولی خیلی عصبانی ام خدافظ